از آنجایی که چوغ فینیتو هر روز بی ارزشتر می شدندی، کاسبان خارجی فینیتو را دونه دونه ترک نمودند. کت خدا آقا، روستاهای مجاور و غیر مجاور دیگر با ما داد و ستد نمی کنندندی و کاسه کوزهشان را جمع کرده و دارند ما را ترک می کنندندی. چه خاکی به سرمان بکنیم؟ فرفر ابله، مگر نگفته بودی که با روستاهای 5 به علاوه 1 قرارداد بستی که اینطور نشود؟ پس آن قراردادت چه شد؟ آنها میگویند تا کت خدا هست با روستای ما داد و ستد نمی کنند و زیر قولشان زدند. دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند. الان یک ضرب شستی بهشان نشان میدهم که حالشان جا بیاید. کت خدا آقا، یعنی میخوای چی کار کنی؟ به این دریاچه بیخاصیت خرامان نگاه کنید. آبش که بسیار تلخ می باشد، گوشت ماهی هایش هم که حرام است. سال هاست که اهالی فینیتو در آن غرق می شوندی. اصلا این دریاچه همش برای فینیتو ضرر است. این را می دهیم به روسینیتو تا یک دریا دوغ به همان بدهندی. کت خدا آقا، اون که جد شما بود نصف آن را به روستای روسینیتو داد، اما همین نصفی که دستمان هست کلی خیرات برایمان دارد و چرخ زندگی فینیتو را میچرخاند. آخه شل مغز، چرخ زندگی فینیتو دست من است. الان حکم حکومتی من اینه، فرفر سری برو به روستای روسینیتو بگو که دریاچه را به عنوان هدیه جشن تولد به کت خدای شما میدهم. بله، کت خدا نصف دیگه دریاچه پر آب و با صفای خرامان را به روسینیتو داد تا یک روز بیشتر بتونه کت خدایی کنه. اما این از اون آباییه که اهالی نمیذارن از گلوی کت خدا پایین بره.